یک ساختار دارد گمرک، تامین نظارت بی‌خطری داخلی است. چیکار بوده مشروع است؟ چند نفر معاین کرد؟ این ماشینی که آخران در خدی بدخشان در راه در کومه دستگیر کردن، غیر کریم و خورشید دیگه معاینات دیگه همه فشار آوردن که سرکتان کارمندان سردارای ریاستات، یعنی همه مشغول است. ساحه را تقسیم کرده گرفتگی مشروط را. ترمینالات که رابر ترمینالی رقم یک جاش خزد نزد میکروفون اینجا بیا. کی شما؟ رجب زاده شهباز مظفر. چند سال شد کار میکنی؟ 1 سال و 8 ماه محترم جناب. 1 سال و 8 ماه؟ بله. چند خانه داری؟ راست شگو. 3 تا محترم جناب. چند ماشین داری؟ 1 تا. 1 تا نه، راست شگو. محترم من دارم دستم ده. فهمیدم 2 تا من است، 1 تاش از من است محترم جناب. 1 تاش به نام دیگر، 1 تاش به نام خودت. چند سال میستد ماشین؟ چند زبانی خارجی را میدونی؟ 3 زبان محترم جناب. کجا را ختم کردی؟ دیپ اکادمی روسیه محترم جناب ولی. دروغ میگوی، ختم نکرده ای. کنسولش بله بله. ختم نکرده ای، دروغ نگو. بله ختم کرده نیستم محترم جناب ولی با سبب های پیشت کردن برای نداشتن سواد. چرا از نام فرزندان رهبر دولت را میزنی؟ این کادر جوان گناهت از موی سرت زیاد است. فهمیدی؟ در کدام ساختاری کار کردی از جای تو جزا قطعی پیشت کردن. از چه کار در قبول کردن من نمیدونم. یگان کسی اطاعت نمیکنه، سلام نمیکنه در تو. چی؟ تو یگان با از آسمان چکیدی؟ نه محترم. قانون برای چی؟ قانون برای کی است؟ گناه نداری؟ کمودی نداری؟ دارم. همین زیر عرضت میشه گم میشه. همین کاری که جوانی نباشه کجا ترما را میگیری؟ نه کم از 15 سال. پولای خارجه برآورده کردم یا گردونی؟ خوب شد. شد. اکثریت را برای بنگذرگاه ها، اکثریت را برای ترمینال ها، اکثریت را برای ریاست های گمرک انمی احوال است. شخصان عادی نیستن. از کجا در آمده بود جد میشون؟ کجا را نگاه میکنید شما؟ 100 میلیون میلیارد رفته ایستاده است. میگه بودجه اجرا نمیشه. یک کانتینر بارین میشه، نرخش میمونه 2,500 سومانی. 60 بار متال. متال در بازار جمهوری حساب کنیدون خودش از 10-15 هزار زیاد میشه. ایناست. هر یک ماشینی که وارد میشد حتما دست ناپاک گمرکچیان در اینجا هست. ما در اینجا یک چیز را به نوبت نمیگیریم. پیریوات هایی که هست سال گذشته 2.5 میلیارد، اگر 500 میلیونش هم یا که 1 میلیاردش هم از حساب دیگر مال و محصولات باشد، لیکن 1.5 میلیارد حساب مهاجرای مهنتی حساب کنیدون چقدر وای میشه؟ قریب 15 میلیارد دیگر در اینجا علاوه میشه به حساب درآمد اهالی مملکت. علاوه بر این رهبریت سابق بانک ملی سالهای قبلی با کارمندان خود با مبلغ 61 میلیون سومانی قرض بی‌فایز داده است که 14 میلیون سومانی آن امروز مشکلستان گردیده است. کی داده است؟ معاوناش ده 10 میلیون بی‌فایز 25 سال ده رنگ خزینه شخصی.
61 میلیون اگر 500,000 با مردم احتیاجمند قرض میدادن میدونید شماره چند قدر وای میشد؟ یا که 61 میلیون با صاحبکاران داده میشد، چقدر فایده می آورد؟ غیر این خودشان شرکت های یک روزه و شرکت های پنهانی تأسیس داده خودشان را غارت کردند. اکثریت بانک هایی که برهم خوردن، اکثریتی که بانک هایی که مفلس شدن، خودی کارمندان همین کارا کردن. از رهبر بانک تمامی کارمندان قطعی مشغول به همین نقدگذاری، همین که رفتن با صاحبی همه خانه ها مصلحت کردن. خانه شما اینم قدر نرخ دارد، نرخی پاسته نشان میده. ما باید میکنیم خانه شما رو 3 میلیون نقدگذاری میکنیم، 1 میلیون شما مودم میدیم. کمیسیون دولتی همه آنها در نزد قانون وای کردن، لیکن در اینجا از نامکملی قانونگذاری است. یعنی قانون عمل کننده دایر به انامین گونه که باهادی کمیسیا یگان مسئولیت نگذاشته است. نزد یگان باید جوابگر نیست و مسئول هم نیست. از این لحاظ حکومت کشور را ضرور است که جهت تهیه و قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره فعالیت نرخگذاری چاره‌جویی نماید به طور فوری و تمامی کارمندان کمیسی‌های نرخگذاری بانک‌ها از نو سنجش کرده بعداً تعیین کرده شود. اکثریت فیلیال‌های بانک امانت بانک و بانک‌های دیگر که به کمبودیا جدی راه می‌دهند کی است؟ راهبر، سرماسب، خزینه‌دار، کسیر. 3 کس. مبلغ ما با امید که فیلیال‌های بانک‌ها در شهر ناحیه‌های دوردست با قرض دادن قرض‌های خرد به صاحبکاران و خواجگی‌های دهقانی خب به رشد اقتصادیات مملکت کمک می‌کنند، یعنی جای‌های کاری می‌شود. 2-3 نفر امضا میکنن کیتانسیای بر دروغ می‌نویسن که ما 10 میلیون قرض دادیم، عاقبت میبرن که 3 نفر سوء استفاده از منصب کرده مبلغ‌ها را از آن خود کرده. اکثریت 90% فیلیال‌های امانت بانک و دیگر فیلیال‌هایی که اگر بانک و دیگر را باشند عیناً همین حال است. همتون یگان تا بیکس نیستین، یگان آدمی وزارت حاضر معارف بگو کرده نمیره، وزارت اقتصاد کرده نمیره، رئیس شهر نایه تعیین میکنم قدر نیست، گمرک ده اندازه نبود. من نظارت میکنم. اگر در کار باشد تلویزیون قطعی میخوازیه نه بگه تماشا میکنی. قصرهای که ماشین های که نشاطی هم بچه های بیچاره نیستن، کار کنه پاک وجدانه. منفعت ملت، منفعت دولت، از همه منفعت ها باید بالا گذاشته شود. صادقانه کار کنین، پاک وجدانانه کار کنین. خدمت کردین صادقانه، خدمت های هر کدام شما قدر کرده میشه. در 27 سال یگان بانک جمهوری، یگان انشاءات سطح جمهوری نساخته است، مبلغ گذاری نکرده است. آن چیزی که هست حتی نیروگاه برخی آبی راغون حساب بودجه بوده را برا تا 600-700 پریپالی نمیکردن. همه میدونه 5-50 میدونه تقسیم کرده گیر مشروطه را کریمزاده